سلام عزیزان، خوش آمدید امروز با برنامه جدید ما. امروز برای اولین باره که حلیم درست میکنم، ببینم که چه رقمی حلیم درست میکنم، درست کردن میتونم یا نه. اینجا که میبینید کفای گندم 24 ساعت پیش تر کرده بودم. کفای اینا رو برمیدارم. البته اربم 24 ساعت پیش تر کرده بودم، ببینم برای اولین بار حلیم درست میتونم یا نه. اینجا گوشت گوساله هست با 2 تا پیاز. آبش بیشتر میریزم که بعدا روی حلیم میندازم، دوباره اضافه میکنم اینجا. اینجا میبینید گندمم کف کرده، کفای سرش رو باید بگیریم تا درست پخته بشه. امروز چون تعطیلیه، روز شنبه، بچه هم به خانه، گفتم وقت دارم بیا امروز حلیم درست کنم. انشالله که خوب درست میکنم، چون اولین باره، خوب بلد نیستم. شما عزیزان منو بیننده باشید، نظرات خود بدین که درست کردم یا نه. حالا من دیگه رقم گندم پیدا نتونستم، چون گفتم اولین بارم است. گندم درسته نمیفهمم یا نیسته. بالاخره 24 ساعت ترکده مانده. بعد اینجاشم گوشتم ماندم، قد پیازم داخلش که جدا آب پس بشه، یه جدا آب پس بشه. 3 ساعت وقت میبره تا اینا نرم بشه. بعد به خدمت شما عزیزا دوباره میاییم. قشنگ درست شد. الان کمی کره میندازم، بعد دارچین هم میندازم، خیلی قشنگ میشه، جایشو خالی. بعد از 2 ساعت هم پخته شد. چقدر نرم شده. الان اینا رش میکنم. چقدر خوب پخته شده. تا این مرحله را که خوب شده، اینجا رش کردم این گوشتا را. بعد یه آبش آخر روی برزیم روی این. ایشم گندمش هم پخته شده. ولی اولین بار من فکر میکنم که درست شده. حالا تا آخرش ببینیم که آخرش چرقم مزهش، چرقم رنگش، حالا اینایش که خوب شده. ببینیم که آخرش چیه. الانی گوشتای رشت شده رو میندازم. بعد تا الان که خوب دیده میشه. حالا باید شما بگید که درست شد یا نه. چند باید برسیم. آبش بیندازم دوباره. پیازایش نندازم، بچه ها پیاز دوست نداره. یه آب گوشت بود. اوکی.